السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه جور صحتمند، سربلند، سرفراز، موفق، کامیاب باشین انشالله. برادر عزیز، برادر گل، خدا کنه که از صحبت های ما موالش ناراحت نشوی که فهمی من صحبت میکنم. همین تو میگید اگر رهبرا اگر خواهی هم بود، جبهات هم از رهبرا باید ایجاد شده، رسیان ایجاد شده و فعالیت داره. کدام جبهه؟ اگر واقعیت بگویی کدام جبهه یک روز نیست، دو روز نیست، این 4 سال کامل شد، پنجمین سال روان هست. کدام قریه فهمده به دست امی قدرتمندایی که آتم بیکایی که در زمان جمهوریت بود، کدام فهمده قریه دست از اون است که بیرقش بالا شده باشه، یا کدام ولسوالی سقوط کرده؟ در این 4 سال کامل شد، سال پنجم هست. آدم حقیقت رو باید بپذیره. بله، رهبرا خواهیم بود. ملت بدبخت کرد، از دست همین رهبر شد. کسی دیگه، برادر دیگه هم صدا مانده بوده که والا از رهبرا باید گله گذاری نکرد، تو به تانگ نداشته و تیاره نداشت، چی نداشت. خیلی تو به تانگ نداشت، اقلا خود فهمده 4 تا ملت خود پشت خود داشت، 4 تا سالار خود پیش خود داشت، چرا ایستادگی نکرد؟ ملامت خیلی او سرباز بیچاره است که فهمید با خط نورد فهمید به شهادت رسید. ملامت او سرباز بیچاره است که فهمیده بعد زخمی شد. ملامت او سرباز بیچاره است که فهمیده زنش بیوه ماند، دخترش بی پدر ماند، بچهش بی پدر ماند، یا فهمیده او خواهرایی که فهمیده بعد شوهر خدا فهمیده بعد مثلا دست داد، یا او خواهری که فهمیده بعد جان شیرین خدا، چی معلم بوده، چی دکتر بوده، چی فهمیده در صف نیروهای های نظامی افغانستان بوده، در هر چیزی که به ارگانی که بوده، جان شیرین و جان عزیز خود را از دست داد، فهمیده بعد او خواهر ملامت هست. پس حقیقت را باید بپذیریم. باید بپذیریم که حقیقت را بله از همین خورد تا یا گرفته فهمیده، یعنی از سطحی که کسی قدرت داشت ملامت هست، ملامت بوده. اگر من یک گپی را بگویم شاید بعضی کسا انتقاد کنه، یعنی شخصا من خودم واضح و صریح میگم، از جز از خدا از هیچ بنده ترس ندارم. با دول عطا محمد آیا مکمل پلیسای بلخ حتی نفس نمیکشید؟ همچنان همون تو از فاریاب در دول مثال ماشا صاحب دوستم، همچنان فهمید در بامیان، همچنان فهمید مثال از محقق، هر کدامش واضح برات بگویم. باید حقیقت را هر کسی باید باشه بپذیره، حتی من هم که فهمیده در قدرت اگر بوده باشم. هیچ کسی هیچ وقت سرباز بیچاره را، بریدمل بیچاره را فهمیده اصلا فهمیده نمیتونه که ملامت کنه. او کسانی که ملامت است گفتم که سردامدار بود، فهمیده حق ملت خورد بلند منزل جور کرد، از خون مردم، از خون فهمید برادر عزیز و خواهران گرامی ما فهمیده اونا ملامت هست. چی وزیر بوده، چی وکیل بوده، چی جنرال بوده. جور صحتمند باشین، موفق پیروز باشین، کامیاب باشین. سلام علیکم.